فردام، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری نمیخوام. حقم توی خیابون باید بپیچه توی موهام، حقم بدون تهدید بگذره روزا و شبها. تو که از موی سر من این همه واهمه داری، من ضعیفم یا تویی که جرأت منو نداری. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام. انتخاب نوع پوشش یه سلیقه است نه یه قانون، این یه حق خیلی ساده است، منو از چیزی نترسون. اون بهشتی که مسیرش زوره و ترسه و اجبار، یه توهم پلیده از یه اندیشه بیمار. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام، منو از چیزی نترسون. من همینم که همینم، تو دیگه تموم کارت، دارم اون روزو میبینم. منو از چیزی نترسون، من همینم. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و کامله. یک بار دیگر در خدمت شما هستم با تقدیم پخش زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران. در این بخش از برنامه همراه هستیم با رفیق ایوب رحمانی، فعال کارگری از لندن، در مورد ارزیابی اعتراضات و اعتصابات در ایران که وارد فاز انقلابی شده. رفیق ایوب گرامی، سلام و درود، خیلی خوش اومدید به این برنامه. به شما درود میفرستم و همینطور به همه بینندگان و تشکر میکنم از دعوتتون. در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالیم که در این برنامه یک بار دیگه حضور دارید و در خدمت شما هستم. رفیق ایوب، همونطور که اشاره کردم خب وارد 42مین حتی داریم وارد 43مین روز از اعتراضات اعتصابات میشیم. با توجه به گستردگی این خیزش در ایران و حمایت‌های بی‌سابقه در سطح جهان، شما این خیزش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ بله، باید بگم که حالا ما میتونیم به جرأت از یک انقلاب در ایران صحبت کنیم. من به نظرم میشه گفت خیزش انقلابی، ولی این دیگر از جنبش و از اعتراضات گذشته. من کسی بودم که در انقلاب 57 حضور داشتم، شرکت کردم و الان که مقایسه میکنم با وقایع انقلاب 57 اصلا تا حدودی قابل مقایسه نیست. در ماهای اول انقلاب 57 با اینکه تظاهرات بود و شروع شده بود اینا، ولی چند ماه طول کشید که تا شعار مرگ بر شاه، اینکه شاه باید بره، مثل جزء شعارهای مردم باشه و توالی هم بین حرکت‌های اعتراضی رو کمتر می‌دیدی. یعنی مثلا 40 میشد تا 40 بعدی 40 روز در واقع میگذشت و ما تظاهرات گسترده و سراسری رو نمی‌دیدیم. ولی اینو شما مقایسه کنید با همین 40 مهسا یا ژینا که سراسر کردستان به پا خواست و همزمان در 30 شهر تظاهرات گسترده‌ای
برگزار شد به علیه رژیم و در اینا مقایسه کنید با با انقلاب 57 که چند ماه طول کشید تا شعار مرگ بر شاه بسیار جزء شعار عمومی باشه، ولی در ایران اولین بسیار برآمد اعتراضات از سقز که شروع شد بلافاصله شعار مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر جمهوری اسلامی شعار بسیار تظاهر کنندگان و شعار مردم بوده. به نظر من همین امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بعد از کشتار وحشیانه حدود 100 نفر در زاهدان در 2 هفته پیش، امروز 10,000 نفر در زاهدان و سراوان دوباره به اعتراض برخاستن و با همون شعار و با همون اراده دست به اعتراض زدن. خب اینها همه نشون میده که ما با یک انقلابی روبرو هستیم. دیگر از مسئله سطح اعتراضات و اعتراضات پراکنده گذشته. حتی اینا با انقلاب‌های عربی که به عنوان بهار عربی معروف شده که مقایسه کنیم، شتابی که مثل این انقلاب داره اصلا نه قابل مقایسه با کشورهای مثل انقلاب‌های کشورهای عربی است و نه حتی قابل مقایسه با انقلاب 57 انقلاب بهمن 57 یا سال 57 بهتره بگم، اصلا قابل مقایسه با این نیست. یعنی با شتاب گسترده‌ای داره پیش میره. به نظر من این انقلاب باید شاهد غلیان‌ها و تحولات عمیقی باشیم در آینده نزدیک. بله، خب اطلاع داریم که شورای سازماندهی کارگران نفت روز پنجشنبه 5 آبان ما یه فراخوانی داده مبنی بر اعتصاب سراسری کارگران نفت و گاز. خب تا چه حد این اعتصابات میتونه تاثیر مثبت بر روند این انقلاب بذاره و چقدر اهمیت داره به نظر شما؟ اهمیتش بسیاره. یعنی میتونم بگم که اعتصابات کارگری به خصوص در مراکز کلیدی، در مراکز بزرگ، به خصوص نفت و گاز، پتروشیمی ها بسیار مهمه. شما در نظر بگیرید که بدون پیوند اعتصابات کارگری با اعتراضات خیابانی خب بسیار سخت خواهد بود که مردم ایران بتونن مثل این رژیم را سرنگون کنن. ما در انقلاب بهمن هم شاهد بودیم. بعد از 8 ماه بسیار اعتراضات خیابانی و اعتراضات و تظاهرات خیابانی عملاً به نوعی با اینکه بسیار ضربات کاری به رژیم وارد شده بود و تا حدودی عقب نشینی کرد بسیار رژیم، شاه صدای انقلاب شنید در آبان اگر اشتباه نکنم، ولی هنوز کارگرها به عنوان متشکل وارد اعتصابات نشده بودند. اعتصاب کارگران نفت در واقع یه جان تازه‌ای داد به انقلاب ایران. اگر اون اعتصاب کارگرای نفت نبود، معلوم نبود که انقلاب 57 بالاخره این توان داشته باشه که رژیم شاهنشاهی رو سرنگون کنه. یعنی میخوام اینو بگم که پیوند بین اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی عملاً حکمرانی رو برای رژیم حاضر غیر ممکن خواهد کرد. دلیل اصلیش مشخصه. معمولا رژیم‌های سیاسی خودشون اینجوری توجیه میکنن که من برخلاف زندگی مردم رو دارم به نوعی مدیریت دارم میکنم. اعتصابات کارگری به خصوص در مراکز کلیدی، مثلا در حمل نقل، در صنعت نفت، کارخانه‌های بزرگ مثل ذوب‌آهن، هفت‌تپه، این اعتصابات اگر بسیار شروع بشه که به نظر من شروع خواهد شد، اینا میتونه تاثیر تعیین کننده در تحولات جاری ایران داشته باشه. الانم ببینیم از همون وقتی که مثلا بعد از این حرکتی که بعد از مرگ و یا بهتر بگم جان باختن یا کشته شدن ژینا به وجود اومد، خب این گفتگوها هست، این بحث‌ها در محیط‌های کارگری هست که دست به اعتصاب بزنن. ما شاهد بودیم که فعالین کارگران هفت‌تپه تا سقز مسافرت حرکت کردن، اونجا اومدن به دیدار خانواده ژینا و دیدیم تمام در واقع تشکلات شناخته شده کارگری ابراز همدردی کردن با اعتراضات مردمی. یعنی الان گفتگوهایی هست که چگونه سازماندهی بدیم این اعتصاب کارگری را. متاسفانه 2 هفته پیش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی اطلاعیه‌ای در همبستگی با مردم ایران خواهان اعتصاب سراسری کارگران نفت شد، ولی محیط به اصطلاح پالایشگاه‌ها، محیط به اصطلاح پتروشیمی‌ها را اونجا رژیم عملاً به یه محیط نظامی تبدیل کرده. حدود 250 نفر از کارگران رو دستگیر کردن. یعنی یه جو نظامی در بخصوص صنعت نفت ایجاد کردن، چون میدونن اهمیت صنعت نفت تا چقدره. در نتیجه اون اعتصابات عذر میخوام. خب این فراخوانی که روز پنجشنبه داده شده
خیلی رادیکاله و خیلی خواسته های سیاسی و گسترده‌ای داره. به نظر شما آیا رژیم نمیتونه یک بار دیگه این سرکوب را انجام بده و تا چه حد کارگران به پیشواز این فراخوان میرن؟ ببینید، اینکه رژیم تمام تلاش رو خواهد کرد که این اعتصابات صورت نگیره در این تردیدی نیست، حتما این کار رو میکنه. ولی به هر حال باید توجه هم داشته باشیم کارگران هم، فعالین کارگری هم تاکتیک های خودشون دارن. این فعالین بی تجربه نیستن. ما سال گذشته در بیش از 100 واحد پتروشیمی و نفت و گاز ما شاهد اعتصاب همین کارگران پیمانی بودیم و اونجا تونستن 2 ماه اعتصاب را به سازماندهی کنن و اولا به بخش کوچیکی از خواسته هاشون هم حتی رسیدن، یعنی عقب نشینی کردن کارفرماها و رژیم. در نتیجه این بحث اعتصابات کارگری در مراکز کار و به ویژه در صنعت نفت مطرح هست و رژیم هم به هر حال خودش آماده میکنه که جلوگیری کنه. ولی باید ببینیم که کار به کجا میرسه. من تردیدی ندارم که در آینده با کوچکترین تغییر توازن قوا ما شاهد اعتصابات کارگری خواهیم بود. همونجوری هم که شما هم گفتی، کارگرها به خصوص شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت عملا تو اون بیانیه‌اش گفته که در همبستگی با مبارزات مردم، یعنی کاملا خواسته سیاسیه دیگه، خواسته مطالباتی ندارن از رژیم، با اینکه در وضعیت اسفناکی زندگی و کار میکنن، با دستمزدهای ناچیز، با خوابگاه‌های واقعا وحشتناک دارن زندگی میکنن، با این حال خواستای اقتصادی رو مطرح نکردن و خواستای سیاسی رو به طور مشخص مطرح کردن. اینم بگم که الان دیگه کسی نیست، حتی اگر کارگرها خواستای اقتصادی هم مطرح کنن و در این شرایط به دست به اعتصاب بزنن، کاملا همه متوجه هستن که در کناری مطالبات اقتصادی در واقع مطالبات سیاسی نهفته است و کارگران در پیشروی خودشون مطالبات سیاسی رو مطرح خواهند کرد بدون تردید. خب کارگران ما میدونیم که حالا از معلمان، بازنشستگان، همین کارگران نفت در چند سال گذشته واقعا خیابونها و محلهای کارشون رو به اعتراضات و اعتصابات وسیع و باشکوهی تبدیل کردن و در طول چند سال گذشته روزانه دست به اعتراض و اعتصاب زدن و میشه گفت رکورددار بودن. اما اگه کارگران فوراً به میدان نیان و خواسته های خودشون و شعار خودشون و پرچم خودشون رو در خیابونها فریاد نزنن و اینکه توازن قوا رو به نفع خودشون تغییر ندن، تا چه حد این به ضرر این انقلاب خواهد بود؟ باید بگم خیلی، یعنی هم به ضرر این انقلاب خواهد بود و هم به ضرر طبقه کارگر به طور کلی. دلیلش هم اینه که در تحولات انقلابی و در سرنگونی به صورت رژیم‌های مستقر، حالا فرقی نمی‌کنه جمهوری اسلامی یا هر رژیمی، اگر طبقه کارگر، چون اینو بگم که در حال حاضر هم کارگران در این اعتراضات شرکت دارن، کسایی که در اعتراضات شرکت میکنن یا فرزندان کارگرانن یا بخشن خود کارگرانن. به هر حال آقازاده‌ها که نیومدن که این تظاهرات شرکت کنن و جانشون رو از دست بدن. اینا بخش زیادشون جزء به طبقه کارگر ایران محسوب میشن. ولی با این حال بگم این فرق میکنه تا اینکه کارگران به صورت متشکل با منافع طبقاتی و با خواستای طبقاتی خودشون در انقلاب شرکت کنن. گفتم از نظر اقتصادی اگر شرایان اصلی اقتصاد ایران و کارگران با حساب خودشون قطع بکنن، عملا حکمرانی رو برای رژیم ناممکن خواهند کرد. یک. دوما کارگرها با مطالبات خودشون، هم مطالبات سیاسی و هم مطالبات اقتصادی، در تحولات آینده حتی بعد از سرنگونی رژیم تأثیر خواهند داشت. بدون شرکت متشکل کارگران در این اعتراضات و ایجاد پیوند بین مثلا اعتراضات خیابانی و کارخانه، عملا همونجوری که گفتم بسیار سخت خواهد بود که ما برسیم به اونجایی که مردم بتونن رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. علاوه بر اون اگر کارگرها نتونن مثلا در این خودشون سازماندهی کنن و در دست به اعتصاب بزنن و به صورت متشکل به صورت وارد میدان بشن، اون وقت در آینده هم، یعنی حتی بعد از سرنگونی رژیم، خب به نیروهای دیگه‌ای در قدرت سیاسی حضور خواهند داشت. یعنی میدان باز میشه برای جولاندهی نیروهای دیگه‌ای که عملا منافع کارگران رو نمایندگی نخواهند کرد. یعنی کارگران
هیچ راهی ندارن غیر از اینکه خودشون برای منافع خودشون باب میدون بگذارن و به صورت متشکل از طریق اعتصابات و همزمان تظاهرات بتونن خواسته های خودشون و مهر خودشون رو برای این جنبش بکوبن. در غیر این صورت گفتم آینده روشنی در مقابل همین انقلاب و آینده روشنی در مقابل طبقه کارگر وجود نداره. این نکته هم بگم متحدان طبقه کارگر بسیارن، یعنی به نظر من سرنوشت این انقلاب به طور مشخص بستگی داره به اتحاد و پیوندی بین جنبش دانشجویی به خصوص که یکی از جنبش‌های درخشان به اصطلاح هی حاضره و جنبش کارگری و این میتونه نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت تحولات آینده ایران داشته باشه و امیدوارم، حالا من دیگه اضافه نکردم، فرزندان کارگران، جوانان، طرفداران محیط زیست، به هر حال پیوندی وجود داره بین منافع طبقه کارگر و منافع تمام این اقشاری که بهش اشاره کردم. بله خب محمد خاتمی رهبر اصلاح طلبها بعد از 40 روز سکوت رو شکستن و نه تنها از مردم معترض دفاع نکردن بلکه شعار زن زندگی آزادی رو مهندسی سیاسی کردن و رسما زن رو از این شعار و خواسته های معترضین حذف کردن. به نظر شما چرا بعد از این همه مدت محمد خاتمی سکوت رو شکستن و چرا اینقدر از حقوق زنان ترس و ابا دارن که اینطور سخنانش رو مطرح کردن؟ ببینید نخست اینو بگم که واقعا اون بیانیه چندشاوره، یعنی هر کسی که به نوعی به اصطلاح نگاه کنه به مسائل، به سابقه اصلاح طلبان و به این شخص نگاه کنه، مفلوک بودن ایشون و اون گرایشی که ایشون نمایندگیشو میکنه کاملا براش عیونه، یعنی هیچ شکی درش نیست. 40 روز گذشته از تظاهرات و اعتراضات، 40 روزی که در سراسر ایران شعار زن زندگی آزادی طنین افکنده و ایشون در بیانیه‌اش زن رو حذف میکنه. خود دلیلش مشخصه، برای اینکه اینها، یعنی کلیت رژیم رو دارم میگم، کلیت رژیم جمهوری اسلامی رو، کنترل زن یکی از ابزار کنترل جامعه براشون بوده. زن برای اینها اصلا انسان به حساب، نیمه انسان هم به حساب نمیاد. شما قوانین اساسیشون و قوانین مجازات اسلامی و دیگر قوانینشون رو ببینید، یعنی سرکوب زنان و کنترل بدن زنان، کنترل زندگی زنان بخشی از کنترل جامعه بوده برای اینها در طی این 40 سال و به همین دلیله که ایشون هم مسئله زن را از اون شعار حذف میکنه و از زندگی و آزادی صحبت میکنه، و آزادی هم به مفهوم خودشون. نکته دیگر اینه که در این بیانیه چند سطری ایشون 3-4 بار از مسئله خشونت داره صحبت میکنه و اونجا میگه که خشونت از هر دو طرف، یعنی از طرف هم رژیم هم از طرف تظاهر کنندگان دلازردگی به وجود میاره و این شرم‌آوره. رژیمی که با دندان تا دندان مسلحه و تظاهر کنندگان بی سلاح را به اصطلاح که وارد خیابان شدن به گلوله میبنده. 250 نفر رو کشته، یا با گلوله مستقیم یا با چماق و ابزارهای دیگه به سرشون کشته. حدود 30 نفر از کودکان رو کشته. آیا خشونت از دو طرفه؟ واقعا شرم‌آوره. من آدم نمیتونه جلوی احساسات خودش رو بگیره، جلوی خشم خودش رو بگیره. آیا کودکانی که کشته شدن مسلح بودن؟ آیا اونا دست به خشونت زدن؟ که ایشون چندین بار از خشونت داره صحبت میکنه، از دو طرف خشونت، دو طرف میگه خشونت از هر دو طرف به قول معروف برای ایشون دل آزردگی به وجود میاره. این واقعا شرم‌آوره. ولی یه نکته بگم، دوران اینا تموم شده. اون شعار معروف سال 96 که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو بست و اینا رفتی به مسائل، یعنی مردم گذشتن از اصلاح طلبها. اینا تشبسات، به نظر من تشبساتی که اینا حالا خاتمی وارد شده و بخشی از اصلاح طلبها سعی میکنن که به نوعی بعد از 40 روز اونم به نوعی به اصطلاح موضع‌گیری کنن. ولی یادمون باشه که موضع‌گیری اینا مشخصه چیه. اینا بیشتر از اینکه نگران به اصطلاح مسئله مردم باشن و سرکوب مردم و کشتار مردم باشن، نگران خود جمهوری اسلامی هستن. برای اینکه اگه جمهوری اسلامی بره اینا رفتن. چون اصلاح طلبای دولتی از دو جنبه منافع دارن. منافع اقتصادی دارن، اینا در این اختلاس‌ها و بخشی از به اصطلاح قدرت
اقتصادی طبقه حاکم شریک بودن، از نظر سیاسی هم با سرنگونی جمهوری اسلامی اینا اصلا بی ربط خواهند شد. کسی اصلا دیگه الان هم کسی گوش نمیکنه، ولی از این هم بعضشون بدتر خواهد شد. یعنی نگرانی اینا از سرنگونی جمهوری اسلامیه. اینا در واقع دارن سعی میکنن در مقابل مردم از خود رژیم حمایت کنن. یادمون نره عباس عبدی سال 98 وقتی که اون خیزش بزرگ داشتیم گفتش نظام باید اینا رو جمع بکنه. یعنی اینا معلومه که کجا ایستادن، الان هم معلومه که کجا ایستادن. اینا نگرانیشون از رژیم، از سرنگونی رژیم و ترسشون از مردمه. این که میگن مردم خشونت نکنن، بعضشونه که مردم به خونه برن و اینا برن، مثلا اگر سران رژیم اجازه دادن بازم دوباره سهمی از قدرت داشته باشن. به نظر من چندشاور بود این اطلاعیه و غیر از مثلا خشم و چندش هیچ انگیزه رو به وجود نخواهد آورد و مردم هم عبور کردن، از اصلاح طلبها عبور کردن. اینا مردن، از نظر سیاسی به نظر من مردن و نگرانیشون هم مشخصه. گفتم اینا نگران سقوط جمهوری اسلامی هستن که سقوط خود اینا هم خواهد بود. یعنی برای همیشه پرونده اینا بسته خواهد شد با بسته شدن رژیم جمهوری اسلامی، پرونده رژیم جمهوری اسلامی. بله رفیق ایوب، من در بین حرفاتون یه سوالی برام پیش اومد، ولی قبل از اینکه سوالم رو بپرسم یه بیننده عزیزی به اسم محمد ننوشتن از کجا برامون پیام فرستادن. هرچند که ما در طول برنامه پاسخ دادیم به سوال ایشان، ولی خب میخوام که به احترام این که زحمت کشیدن پیام دادن یک بار دیگه سوالشون رو بپرسم و شما جواب بدید. گفتن با سلام و درود به شما رفقای تلویزیون کامله و به مهمان عزیزتان سلام میفرستم. من سوالی از مهمان عزیزتان دارم. در حالی که 42 روز از خیزش مردم ایران میگذره و در اکثریت شهرهای ایران هر روزه مردم در خیابانند و ده‌ها کشته و هزاران زخمی شدند، هزاران نفر دستگیر شدند، اما طبقه کارگر در این خیزش غایب است و نقشی آنچنانی ندارد. سال 57 با احتساب گسترده توانستند رژیم شاه را سرنگون کنند. آیا نمیبایست الان طبقه کارگر برای کم کردن فشار مردم که هر روز از دانشگاه‌ها و مدارس و مردم در خیابان‌ها در اعتراض هستن به احتساب دست بزنن؟ در پاسخ بگم که پاسخ من مثبت، حتما باید این کارو بکنم. من توضیح دادم که اهمیت حضور متشکل کارگران و اهمیت اعتصابات در این شرایط چقدر مهمه. ولی یادمون باشه که مکانیزم سازماندهی اعتصابات با مکانیزم تظاهرات یا مکانیزم سازماندهی مثلا اعتصاب در دانشگاه‌ها تفاوت داره. من یه مثالی بزنم شاید بس روشن‌تر بشه. شما یه شهر با جمعیت 100,000 نفری رو در نظر بگیرید. اگر 3% مردم با افکار با نظرات متفاوت تصمیم بگیرن دست به تظاهرات بزنن، خب 3,000 نفر دست به تظاهرات خواهند زد در اون شهری که 100,000 نفر جمعیت داره. ولی اگر کارخونه‌ای رو در نظر بگیریم یا مرکز کاری رو در نظر بگیریم که 1000 نفر کارگر داره و اگر 3% از اون کارگرها فکر کنن که باید اعتصاب بکنن، خب میشن 30 نفر. 30 نفر در مقابل 1000 نفر عملا خب حرفش خب چیز نخواهد داشت، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. در نتیجه وظیفه‌ای که در مقابل فعالین کارگری قرار داره، در مقابل کارگران مبارز قرار داره، اینه که بتونن یه همگرایی بین کارگرها ایجاد بکنن و بتونن متقاعد کنن که در این شرایط باید دست به اعتصاب بزنیم. و میدونیم هم که هزینه به صورت اعتصاب، من در رابطه با نفت اشاره کردم، کارگران نفت اشاره کردم که اونجا رژیم عملاً مراکز کارگری رو به یه پادگان نظامی تبدیل کرده. 250 نفر از کارگران رو دستگیر کرده. خب بسیار سخته در این شرایط دست به اعتصاب زدن، ولی با این حال ما این صدا رو میشنویم. به صورت فعالین کارگری تا اونجایی که من اطلاع دارم دارن تلاش میکنن که بتونن علیرغم این سرکوبا و جو امنیتی بتونن سازماندهی کنن اعتصاب کارگری رو. ما تو هفت‌تپه مثلا نمونه ای از این تلاش‌ها رو شاهد بودیم. میدونید هفت‌تپه سابقه اعتصابات 15 ساله، 20 حدود 20 سال 17 سال پس سابقه اعتراضات و اعتصابات خیلی گسترده‌ای رو داشته. ولی اینا در اون 2 روزی که دست به تجمع زدن عملاً شکافی ایجاد شد، نه بین فعالین کارگران، بین بخش‌های از کارگران و فعالین کارگری. خب بعضی از این فعالین یکی دو نفر از این فعالین کارگری هم به نوعی به اصطلاح دارن در خدمت رژیم حرکت میکنن، با بسیجی‌ها همکاری میکنن و رژیم خیلی داره سرمایه‌گذاری میکنه که اعتصابات کارگری رو در این شرایط مشاهد نباشیم. این کاری که داره رژیم میکنه. و یادمون هم باشه اون چیزی که مثال زدم در رابطه با شهرها که اعتصابات کارگری و مکانیزمی که مثلا جنبش کارگری داره فرق میکنه،
در انقلاب بهمن هم که این دوستمون یا رفیقمون اشاره کرده، کارگرا مثلا انقلاب بهمن چیزی حدود 1 سال طول کشید، ولی کارگران در 3 ماهه پایانی اون انقلاب به دست به اعتصاب زدن و اون نقش به نظر من تاریخی خودشون رو ایفا کردن. اینجا ما شاهد این خواهیم بود، یعنی به نظر من شاهد این خواهیم بود که کارگرها به هر حال دست به اعتصاب خواهند زد. ولی یادمون نره به هر حال طبقه کارگر فقط کارگران صنعتی نیستن. ما مثلا معلمان هم باید جزء طبقه کارگر محسوب کنیم و دیدیم به هر حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی و معلمان خب نقش بسزایی داشته، نقش خیلی خوبی داشته، هم در حرکت دانش آموزان و هم در تحصیل‌هایی که برگزار کردن. من به نظرم به خصوص معلمان در آینده شاهد خواهیم بود که دست به اعتراضات و مبارزه گسترده‌تری خواهند زد و در رابطه با سایر اقشار کارگران هم به همین ترتیب. بله، شما در حرفاتون به اهمیت حضور کارگران و طبقه کارگر کلاً در اعتراضات و در این انقلاب اشاره کردین. با توجه به اینکه خب بعد از 40 روز خاتمی سکوت رو شکست که رهبر اصلاح طلبانه و آمریکا هم مدام داره میگه که قصد تغییر رژیم رو نداره، میخواد که اصلاحش کنه یا کنترلش کنه. فکر نمی کنید این دو با هم یه ربطی داره، با توجه به اینکه خاتمی سال 96 میخواست که معترضین رو به شدت سرکوب کنن و امروز هرچند که موضعش خیلی نسبت به مردم معترض واقعا میشه گفت غیر منصفانه است و هیچ دفاعی ازشون نکرده، اما خب یه نسبت به سال 96 یه نرمشی در حرفاش وجود داره. فکر نمی‌کنی که این یه سناریویی باشه برای اینکه یه تغییراتی رو در رژیم بدن و کل رژیم رو ساقط نکنن و چقدر میتونه آمریکا، دول امپریالیستی و در رأس اونها آمریکا، در این تغییر نقش داشته باشه؟ ببینید الان موضعی که دولت‌های غربی، اروپا و آمریکا گرفتن در رابطه با خود این انقلاب و خود این اعتراضات گسترده، ببینید تا حالا داشتن خب مماشات میکردن، اون بحث برنامه برجام و گفتگوهاشون و این چیزها، خب هم اروپا و هم آمریکا ضمن اینکه با بخشای از سیاست رژیم به خصوص در خاورمیانه اختلاف داشتن، ولی با این حال رژیم ایران را فکر میکردن که از طریق تعامل به قول خودشون، از طریق مذاکره با اینها، با رژیم ایران میتونن کنار بیان. هم این به خصوص سیاست بایدن، یعنی بعد از رئیس جمهور شدن بایدن اصلا سیاست آمریکا همین بوده و سیاست اروپا هم همین. ولی این خیزش انقلابی تمام اون معادلات رو به نوعی به هم زده. اینا که دست از مذاکره برجامی برداشتن، این که کانادا میاد به اصطلاح نمیدونم 10,000 نفر از نیروهای سرکوبگر رو جزء لیست تحریماش قرار میده، این که اتحادیه اروپا و الان اخیراً به خصوص 2 روز پیش وزیر امور خارجه آلمان موضع سفتری نسبت به رژیم جمهوری اسلامی گرفت، اینا الان منتظرن ببینن سیر تحولات آینده ایران چه خواهد شد، چون خودشون هم الان شک کردن که آیا رژیم ایران میتونه از پس این انقلابی که به اصطلاح سر برآورده بر بیاد یا نه. اگر به اینجا برسن که تا کنون به اصطلاح واقعیت نشون داده که رژیم قادر نشده مثل 96 و آبان 98 این تظاهرات رو با خونریزی گسترده‌ای که در بخصوص در 98 داشت فرو بخوابونه و این تظاهرات داره گسترش پیدا میکنه، این اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه و اینا منتظرم ببینن، به نظر من منتظرم اینا تحولات آینده چه خواهد شد. اگر به اونجا برسن که به هر حال این انقلاب دیگه فروکش نخواهد کرد و رژیم قادر به سرکوب این انقلاب نخواهد بود، این وقت سیاست اینا این خواهد بود که یه اپوزیسیونی رو در مقابل جمهوری اسلامی بپرورونن، کمک مالی کنن بهش، سازماندهی کنن. این کار ما دیدیم در جاهای مختلف کردن، در رابطه با عراق، با سرنگون، با دخالت مستقیم در عراق و اون وقت اون شروع چلبی ها و اپوزیسیونی که از خارج درست کردن. در افغانستان هم شاهد بودیم بعد از این که حمله کردن به طالبان، خب در اگر اشتباه نکنم در یکی از شهرهای آلمان بن بود فکر کنم، اونجا کنفرانسی برگزار کردن و عملا یه اپوزیسیون رو درست کردن که بردن در افغانستان و این اپوزیسیون رو در اونجا نشوندن. در رابطه با ایران مسئله دخالت نظامی مطرح نیست، چون تجربه دخالت نظامیشون در عراق و در افغانستان کاملا به شکست انجامید و در سوریه به هر حال
با اینکه کشور ویران شد اون تجربه در اونجا هم به شکست انجامید. در لیبی به دخالت مستقیم به خصوص اروپا و به خصوص فرانسه به شکست انجامیده و اینا الان در موقعیتی نیستن و ایران هم بسیار از نظر جایگاه سوق الجیشی کشوری نیست که اینا بتونن از طریق نظامی دخالت نظامی در اونجا رژیم عوض کنن و یه رژیم مورد دلخواهشون رو بر سر کار بذارن. کاری که خواهند کرد به نظر من همون کاری شبیه همون کاری خواهد بود که در انقلاب 57 اینو بسیار انجام دادن. در اونجا در کنفرانس گوادلوپ عملا اومدن نشستن بسیار با خمینی و همکارهای خمینی با اون جریان اسلام سیاسی، حالا هر اسمی ازش بذاریم، اینا همکاری کردن و حمایت کردن از این اپوزیسیونی که به نظر اونا به هر حال ضد شوروی بود، چون اون وقت بسیار اتحاد جماهیر شوروی هنوز بود، ضد سوسیالیست بودن. بعد اینا برداشتشون بود که چون اینا ضد سوسیالیستن بعد به هر حال هم میتونن کنترل کنن جامعه رو، در نهایت به طرف غرب خواهند اومد. در نتیجه اومدن و از اینا حمایت کردن. الانم به نظر من اگر این انقلاب پیشروی کنه و اینا ببینن که رژیم در حال سقوطه، سعی خواهند کرد، الان هم دارن سعی میکنن که یه اپوزیسیون بورژوازی با برنامه پروغرب که هیچ ربطی به منافع کارگران، زحمتکشان و اکثریت مردم ایران نخواهد داشت، یه رژیم پروغرب، پرو امپریالیست و ضد مردمی در ماهیت خودش در ایران تقویتش کنن و در ایران به روی کار بیاد. اینا اون کارو خواهند کرد. نمیدونم مثلا حالا ممکنه مسئله رضا پهلوی نباشه، از شورای گذار این اپوزیسیون بورژوازی که الان به دست و پا افتاده و نمیدونم شورای گذار تشکیل دادن و بعد نمیدونم کنفرانس مطبوعاتی میذارن، همین رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال که در واقع جریان راست میتونم بگم حتی افراطی رو داره تقویت میکنه، اینا این سیاست‌ها رو میتونیم ببینیم. یعنی عملا اینا دارن تقویت میکنن با یه اپوزیسیونی رو که بسیار راسته و ربطی هم به منافع مردم و منافع به خصوص طبقه کارگر نداره که اینا بتونن اون رو بیارن رو کار دیگه. بعد اون وقت مسئله حجاب مشکلشون نخواهد بود. یعنی بورژوازی ایران دیگه الان رسیده، دیگه حجاب دیگه برگردوندن شدنی نیست، یعنی که دوباره بیام حجاب بیاریم. نه، به هر حال مثلا مذهب از دولت جدا خواهند کرد، یه دولت سکولار تشکیل خواهند داد اگه موفق بشن، که من خیلی شک دارم به اینکه به این راحتی اینا بتونن مثلا از پس این خیزش عظیم و اینا بتونن از براش سر به وجود بیارن و مصادرهش کنن. یعنی تجربه انقلاب 57 رو داشتیم و بسیاری از مردم دارن، یعنی به این راحت نیست. ما تجربه عراق و تجربه افغانستان و کشورهای دیگر هم دارن. به این راحتی نیست که اینا بتونن یه اپوزیسیون پروغرب و مثلا بدمن مثلا به چیزش و اینا بزرگش کنن و بتونن غالب کنن به مردم ایران. ما وارد تحولات عمیق‌تری خواهیم بود. یعنی این خواسته های جوونا که اکثرشون بعد از حتی تحصیلات دانشگاهی بیکارن، میلیون هاشون، سرمایه‌دار ایران پاسخ نیست با نمیدونم پیوند با غرب بتونه مسئله بیکاری جوونا رو حل کنه. سیاست هایی که این اپوزیسیون پروغرب، این اپوزیسیون دسترسی داره اعمال میکنه، همین سیاست خصوصی سازیه. اینا میگن دولت چابک. دولت چابک یعنی آموزش پرورش خصوصی بشه. دولت چابک یعنی آب و برق هم همچنان که رژیم جمهوری اسلامی خصوصی کرده خصوصی بشه. دستمزد کارگران رو میگن به بازار بسپریم، یعنی حداقل دستمزد. اینا خودشون مخالفن. یعنی با سیاست‌های اقتصادی که رژیم جمهوری اسلامی طی این 30 سال به خصوص بعد از رفسنجانی پیش برده، اینا با سیاست‌های اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، شما اگر به مباحثشون، مصاحبه‌هاشون، گفتگوهاشون نگاه کنید، این نظریه پردازان اقتصاد به اصطلاح بازار آزاد که همشون از جزء اپوزیسیون راست هستن و از اپوزیسیون راست دفاع میکنن، اینا ذره‌ای با سیاست‌های که از زمان رفسنجانی شروع شد و خاتمی ادامه داد، آقای احمدی نژاد ادامه داد، اینا ذره‌ای با اون تفاوت ندارن. میگن خب بیشتر نشده، میگن این خصوصی سازی‌ها به نحو احسن انجام نشده. یعنی با اون سیاست‌های اقتصادی به طور کلی اینا موافقن، یعنی مخالف سیاست‌های اقتصادی رژیم نیستن، ولی میگم مدیریت خوبی نداره جامعه ایران. ما مدیر باشیم مدیریت بهتری برای تداوم جامعه سرمایه‌داری ایران انجام خواهیم داد و مسئله رو از نظر سیاسی از بالا حل خواهیم کرد. یعنی سیاستشون اینه. بله، سپاسگزارم. ما در سطح خیابونا شاهد همکاری چند نسل هستیم. مادر بزرگا، مادرها، دخترها، نوه‌ها، پدر بزرگا، از
همه سنی در خیابون ها هستن. این همکاری رو شما چطور میبینید و چقدر میتونه مثمر ثمر باشه در این انقلاب؟ ببینید اون اوایل اگر یادتون باشه، اوایل مثلا شروع این انقلاب، این خیزش انقلابی، یه بحثایی مطرح شد که نسل دهه 80، یعنی بحث بود که این نسل دهه 80، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، یه نسل دیگه ایه، نمیدونم در سوشیال مدیا اصلا به دنیا اومده، با سوشیال مدیا بزرگ شده و داشتن تمرکز میکردن به ویژگی‌های این نسل. و این مسئله درسته که جوونا، دانش آموزا به خصوص خیلی نقش بارزی داشتن در این برآمد این خیزش، در ابتدای این خیزش. ولی یادمون نره که ایران یه جامعه‌ای هستش که 40 سال 43 سال سرکوب شده خواسته‌های مردم. ما در سالهای گذشته، یعنی از 20 تا 15 20 سال تا حالا، ما هر سال چندین هزار اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری داشتیم. یعنی اون خواسته ها که برآورده نشده، کارگرها که بی‌دلیل نبوده دست به اعتصاب اعتراض می‌دادن و این همه هزینه دادن. ما در سال گذشته با اعتراضات سراسری معلمان روبرو بودیم. اینا خب از چیز نبوده که بی‌دلیل که نبوده، یه خواستهای مشخصی دارن. ما با سرکوب گسترده رژیم و اعدام‌های گسترده‌ای روبرو بودیم که از دهه 60 شروع شده تا حالا ادامه پیدا کرده. مادران خاوران ما داریم، کشتار خانواده، کشتار مردم بی‌دفاع را تو هواپیمای اوکراینی داریم، زندانیان سیاسی را داریم، جوانهایی داریم که در آینده خودشون برای آینده خودشون هیچ امیدی ندارن، یعنی امیدی به آینده خودشون ندارن، چون صد جمهوری اسلامی در برابر خودشون دیدن. یعنی یه مجموعه‌ای هست. مسئله محیط زیست رو داریم. ما دیدیم در خوزستان مثلا مسئله در رابطه با مسئله آب، اون اعتراضات گسترده مردم ها داشتیم در رابطه با آب. در اصفهان شاهد اعتراضات کشاورزا بودیم. یعنی یه مجموعه‌ای هست. یعنی اینجوری نیست که این خیزش فقط یا این خیزش انقلابی معطوف میشه فقط به جوونا یا معطوف میشه به قشر خاصی. من به نظرم اکثریت مردم ایران این رژیم رو نمیخوان. دلیلی هم که نمیخوان مشخصه، برای اینکه این رژیم فقر، تبعیض، بی‌حقوقی، سرکوب، اینا رو برای مردم تولید کرده و ادامه تحمیل کرده در عرض 40 سال گذشته. اون چیزی که ما الان شاهدیم، این نخستین گدازه های این آتشفشانیه که در اعماق به نظر من در غلیانه، هنوز به صورت کلی، به صورت کامل خودشون نشون نداده، ولی وقتی خودشون نشون بده ما شاهد خواهیم بود که مردان، زنان، کارگران، معلمان، باسنین مختلف، خانواده‌های زندانیان سیاسی، خانواده‌های جانباختگان دهه 60، فعالین زنان، فعالین دانشجویان، علی‌رغم مثلا هر سنی که داشتن مثلا پا به میدان خواهد گذاشت و این یه جنبش به نظر یه انقلاب فراگیری هستش که همه مردم در اون، اکثریت مردم میتونم بگم در اون نقش دارن، خواست دارن، مطالبه دارن و تا این مطالبه برآورده نشه به خانه نخواهند رفت. بله، در اخبار و گزارشات و حتی تصاویر میدونیم که وضعیت روحی نیروهای سرکوبگر رژیم به هم ریخته و حتی ریزش کرده. در یکی دو روز گذشته هم خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه سران رژیم دارن ایران رو ترک میکنن. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ ببینید، اینکه من هم این شایعه رو شنیدم، ولی اینکه تا چه حد درست باشه من نمیتونم نظر بدم، چون خب خیلی سخت راست آزمایی کردن این مسئله رو. ولی یک چیزی الان این پرسش رو که مطرح کردی، یه چیزی به یادم اومد. فکر کنم در رابطه با رومانی بود، یک گزارشی تهیه شده بود از اون انقلابی که در رومانی صورت گرفت و چاوشسکو رو به زیر کشید، رژیم چاوشسکو. اونجا یه خبرنگار مطرح که مصاحبه کرده بود با مردم عادی بعد از اینکه اون به اصطلاح انقلاب صورت گرفت. اینا گفت چی شد که انقلاب شد؟ پاسخ اون کسی که مصاحبه شده بود این بود که ما تانک‌های رژیم رو در خیابان می‌دیدیم و سربازاش رو با اون نیروهای تا بن دندان مسلح اینا رو می‌دیدیم و می‌ترسیدیم. ما بهشون نگاه می‌کردیم ولی ترس تو جونمون بود. ولی یه مقطعی رسید که ما به اونا نگاه می‌کردیم ولی دیگه ترسی نداشتیم. بعد اون وقت بود که ما جرأت کردیم و شروع به حرکت کردیم و رژیم رو ساقط کردیم.
در رابطه با ایران به نظر من همین حالا به اینجا رسیدیم، یعنی شهامتی که مردم به خرج میدن، به خصوص زنا و به خصوص جوانا، اصلا قابل تحسینه و گاه باور کردنی نیست. یعنی جوانا با دست خالی، با نیروهایی که تا بن دندان مسلحن و هیچ ابایی ندارن که شلیک کنن، بکشن، بزنن، بکشن، دستگیر کنن، میرن و دست به اعتراض میزنن. منظورم اینه که این طرز داره میریزه، ریخته در بخشایی از جمعیت ریخته و به نظر من در آینده شاید نزدیکی، امیدوارم که در آینده نزدیکی این ترس برای اون اقشار دیگه‌ای که هنوز پا به میدان نگذاشته بریزه. در اولین تحولات به نظر من در اولین تحولاتی که بسیار توازن قوا به نفع مردم تغییر پیدا کنه، ما شاهد تظاهرات میلیونی خواهیم بود. یعنی شما میبینید این گدازه های نخستین، مثلا گفتم این آتش فشان ما الان میبینیم، حتی این گدازه هاش هم برای رژیم ترسناک، خوفناکه. شما در نظر بگیرید در چلم مهسا در تهران در 30-40 نقطه حرکت اعتراضی صورت گرفت. یعنی این شهر در واقع میخواد بلند شه. در کردستان خوشاهد بودیم، من مثال نزدم، شما بهتر از ما یا بینندگان بهتر از من میدونن که تمام شهرها برخواستن در واقع به علیه رژیم. یعنی ما با این شرایط روبرو هستیم. در نتیجه درسته رژیم ایران با رژیم‌های مثل نمیدونم رژیم مبارک یا بعضی از کشورهای عربی که تجربه انقلاب بهار عربی رو از سر گذرانده قابل مقایسه نیست. این رژیم و حتی با رژیم شاهنشاهی قابل مقایسه نیست. این رژیم در سرکوب هیچ کوتاهی نخواهد کرد و همین الان میبینیم. یعنی برخوردش با مردم ایران مثل برخورد یه ارتش اشغالگریه که یه کشور اشغال کرده. حتی اون ارتش اشغالگر هم این کارو نمیکنه با مردمی که مسلح نیستن. این که به کودکان شلیک کنه، این که به مدرسه ابتدایی حمله کنه با اون نیروهای وحشیش. خب این که در زندان به زندانیان تیراندازی بکنه و بکشه، چون همه جای دنیا اینه که خب زندان دیگه مسئولین زندان مسئول جان زندانیان هستن. یعنی هیچ معیاری نداره در رابطه با سرکوب، در رابطه با جنایت. این رژیم جنایتکاری با جنایت به سرکوب متولد شده و تا حالا هم ادامه داده. ولی با این حال این توازن قوا یک جا شکست خواهد خورد، این به هم خواهد خورد و اون وقتی هستش که علیرغم همه سرکوبگری‌های رژیم، این رژیم قادر نخواهد بود همه مردم رو بکشه، همه مردم رو سرکوب کنه. و الان می‌بینیم با همین در همین 40 روز به رغم مثلا اون جنایت‌هایی که در آبان کرد و به رغم همه جنایت‌هایی که الان داره میکنه، قادر نیست، مثلا قادر نشده، نتونسته جلوی این سرکوب‌ها رو بگیره. و الان هم باید در نظر بگیریم که حمایت‌های جهانی هم، حمایت مردم جهان هم مردم ایران با خودشون دارن. یعنی این رژیم نمیتونه نادیده بگیره همه جهانو. بحث با دولت‌ها نیست. یعنی بعد از مرگ ژینا اصلا دنیا نظرش، مردم دنیا نظرشون به ایران جلب شده. اخبار ایران روزانه در مطبوعات، رسانه‌ها، در سوشال مدیا پخش میشه و این رژیم زیر ذره‌بین از طرف مردم جهان. این رژیم آینده نداره، هر کاری بکنه آینده نخواهد داشت و الان هم زیر ذره‌بینه. در نتیجه نمیتونه، یعنی قدرت به نظرم علیرغم همه جنایت پیشگیش و همه قدرت سرکوبش، این رژیم قادر نخواهد بود که میلیون ها نفر رو در خون و به خاک خون بکشه و این انقلاب به این راحتی سرکوب کنه. ولی به نظر با این حال مبارزه شرایط سختی در پیش خواهد بود، چون ما با یه رژیمی هستیم که با یه رژیمی روبرو هستیم که از هیچ جنایتی رویگردان نیست، از کشتار زندانیان گرفته تا اینکه 10,000 نفر رو بدون هیچ دلیل و بدون فقط اعتراض کردن به زندان ببره، تا اینکه مستقیما به تظاهرات کننده شلیک کنه، تا اینکه رژیم باشه که کودک به عنوان رژیم کودک کش معرفی شده باشه، کودکان را مورد اصابت گلوله قرار بده، با باتون بزنه و بکشه. یعنی با این رژیم روبرو هستیم. در نتیجه خشونت سختی رو خواهیم داشت، ولی به نظر من رژیم قادر نخواهد بود، به خصوص اگر کارگرها دست به اعتصاب بپیوندن، هزینه‌ای که مردم می‌پردازن خیلی کمتر خواهد شد. چون گفتم حکمرانی رو برای رژیم، اون اعتصابات گسترده کارگری به خصوص در مراکز کلیدی مثل نفت، مثل حمل نقل، حکمرانی رو برای رژیم ناممکن خواهد کرد
و رژیم رو در موقع ضعیف‌تری قرار خواهد داد و شرایط رو برای سرنگونیش فراهم خواهد کرد با هزینه کمتر. ولی در غیر اون صورت آینده روزها و شاید بهتر بگم ماه‌های بسیار سختی ما باش روبرو خواهیم بود. بله، خب به عنوان آخرین سوال میخوام ازتون بپرسم که ما در طول این مدت شاهد شعارهای مختلفی بودیم. به نظر شما شعارها از نسبت به اوایل اعتراضات تغییر کرده و چه شعارهایی اهمیت داره که به صدر خواسته ها و شعارهای مردم تبدیل بشه و بتونه که مردم رو به مطالبات واقعی خودشون برسونه؟ ببینید بعضی از شعارها تغییر نکرده. اینکه شعار میدادن مرگ بر دیکتاتور هنوزم اون شعار هست. اینکه شعار میدادن جمهوری اسلامی نمیخوایم، مردم شعار میدادن در خیابون و الان هم میدن جمهوری اسلامی نمیخوایم هنوز هست. اینکه آزادی 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 هنوز شعار مردم هست. ولی بعضی از شعار این شعارها مشخصا کلیت رژیم رو به اصطلاح هدف قرار داده. درسته، یعنی مثلا شعار مرگ بر خامنه‌ای که مطرح میشه، خب اون مردمی که این شعار رو میدن در واقع مورد خطابشون کلیت رژیمه. بحث این نیست که خامنه‌ای بره کنار، یه ولی فقیه بیاد یا خامنه‌ای بره جمهوری اسلامی بمونه. اکثریتشون واقعا میتونم بگم وقتی شعار مرگ بر خامنه‌ای میدن منظورشون کل رژیم و به درستی رژیم رو هدف قرار گرفتن که درست هم هستش. ولی بعضی از شعارهایی که به نظرم خیلی جالبه و هنوزم ادامه پیدا کرده، علاوه بر این شعار جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای و شعارهایی در این رابطه، اون شعار نه توسری نه روسری نه توسری، آزادی و برابری، به نظرم یکی از شعارهایی بودی که همچنان تداوم داشته. یه شعاری هستش که هم نفی میکنه شرایط موجوده و هم خواسته ایجابی داره، یعنی به قول معروف هم سلبی هم ایجابیه. سلبی که روسری نمیخوام، توسری نمیخوایم، یعنی سرکوب نمیخوایم. این روسری بخش از اون سرکوبه که شما به ما تحمیل کردید. و آزادی و برابری میخوایم. این آزادی و برابری خب مشخصه، یعنی برابری نه تنها زن و مرد بلکه برابری انسانی توش هستش. این یکی از شعارهایی که به نظر من شعار بسیار خوبیه. شعاری که من فکر کنم یه بنری تو سنندج گذاشته بودم اونجا، آزادی و برابری و اداره شورایی، این شعار دیگه شعار ایجابیه. من به نظرم تو انقلاب بهمن هم، تو انقلاب 57 ما میگم چون سن من اجازه میده، ما این تجربه رو داشتیم. یعنی شعارهایی که اول مطرح میشد شعارهایی بود که حتی مرگ بر شاه هم نبود، شعارهایی بود که مطالباتی توش بود، شعارهای مطالبه‌ای بود، یعنی یه چیزایی از رژیم خواسته میشد. ولی بعدن این شعار رادیکال شد و شعار مرگ بر شاه مثلا مطرح شد که منظور مثل مرگ بر خامنه‌ای مرگ کلیت نظام شاهنشاهی بود. ولی شعارهای ایجابی کم داشتیم، متأسفانه در انقلاب بهمن کم داشتیم، حتی در اواخر انقلاب. ولی این بار با اینکه هنوز فقط 40 روز گذشته، به نظرم شعارهای ایجابی از جمله مثلا شعار نمیدونم نانکار آزادی، آزادی برابری اداره شورایی، اینا شعارهای ایجابی هستن. یعنی بعد از اینکه ما سرنگون کردیم رژیما، خود چی میخوان؟ یعنی این شعارها باید بیشتر بشه، مطرح بشه. شعار کار، رفاه، آزادی، خب اینا لازمه که مطرح بشه. لازمه که اون فعالین مثلا جنبش‌های مترقی در ایران، از جمله مثلا جنبش معلمان، به طور کلی جنبش کارگری و دانشجویان که نقش بسزایی در این شعارها دارن. مثلا یادمون باشه که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا در سال 96 نخستین بار دانشجویان این شعار رو مطرح کردن و این شعار سراسری شد در اعتراضاتی که ما شاهد بودیم اینا. و من امیدوارم شعارهای ایجابی بیشتر بشه، برای اینکه مسئله این نیست که ما چه رژیم رو نمیخوایم، مسئله اینه که چه آینده ای میخوایم بعد از این رژیم. بسیار اهمیت داره. عذر میخوام، در چهلم ژینا یا همون مهسا امینی مردم در قبرستان شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و سر میدادن، اونم جمعیت خیلی گسترده و همه هم صدا. تا چقدر این دو شعار اهمیت داره؟
خیلی اهمیت داره. من یادم رفت این شعار یادم رفت و شعارهای دیگه هم مثلا فکر کردم وقت نداریم بهش اشاره کنم، بسیار اهمیت داره. ببینید من یه تجربه بگم، من چون در خارج از کشور در انگلستان هستم یه تجربه بگم. ما در تظاهرات به حمایت از به اصطلاح مردم در ایران، به حمایت از به اصطلاح این انقلاب مردمی در ایران خب شرکت میکنیم. گروه‌های راستی که بهش اشاره کردم از جمله سلطنت طلبا، نیروهای به اصطلاح پروغرب، نیروهای دست راستی به اصطلاح ناسیونالیست، اینا معمولا وقتی ما شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد میدیم، اینا نمیگن، همراهی نمیکنن و با این شعار مخالفن. خب دلیل داره، اونا آگاهانه مخالفن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بسیاری از کسایی که در زندان هستن، زندانی سیاسی هستن، اینا کسایی هستن که تن به رژیمی که از بالا سرهمبندی شده باشه، حالا چه سلطنتی چه غیر سلطنتی، حالا جمهوری سکولاری که شورای گذار و امثال اون مطرح میکنن، خواهان اون نیستن. اینا میدونن که حضور اینا در جامعه به ضررشونه. حضور کسی مثل رضا شهابی، نمیدونم جعفر ابراهیمی، معلمایی که در زندان هستن، زندانیای سیاسی که از دانشجوها بگیریم، از جنبش زنان بگیریم و فعالین کارگری، اینا کسایی هستن که حضورشون در جامعه به ضرر این اپوزیسیون بورژوایی، این اپوزیسیون دست راستی هستش. اینا در نتیجه این شعار نمیدن. آزادی زندانیان سیاسی بسیار مهمه. یادمون باشه که در انقلاب، هی برمیگردم به انقلاب بهمن برای اینکه اون تجربه رو یادآوری کنم که مهم از این تجربه‌های تاریخی درس بگیریم. کارگران نفت وقتی اعتصاب کردن در اون شرایط فقط یه شعار سیاسی مطرح کردن، یعنی بقیه خواسته اقتصادی بود، گفتن زندانی سیاسی باید آزاد کردن. خب رژیم شاه نمیتونه زندانیان سیاسی رو آزاد کنه بدون اینکه زمینه رو برای سرنگونی خودش فراهم بکنه. رژیم جمهوری اسلامی هم به درستی یکی از شعارهای کلیدیه. رژیم جمهوری اسلامی اگر زندانی نکنه، اگر زندانی سیاسی رو آزاد بکنه، دیگه رو کار نخواهد بود. یعنی الان که در عرض 40 روز بیش از 10,000 نفر رو دستگیر کردن و زندانی کردن. خب اینا با زندان، با سرکوب، با شکنجه میتونن در قدرت بمونن. وقتی این عقب نشینی بهشون تحمیل بشه، وقتی زندانی سیاسی آزاد بشه، رژیمی در کار نخواهد بود. یعنی بسیار مهمه این مسئله که اشاره کردید و به درستی اشاره کردید. یا اون شعاری که بعضیا شنیدم مثلا تو لندن شعار میدادن، حالا هموطن، حالا با این کلمه هم میتونیم صحبت کنیم، میگه هموطن قیام کن، زندانی رو رها کن. مثلا یکی از شعارهایی بود که مطرح شد. یا شعاری که نشا میخوام نه ملا، قدرت به دست شورا. این شعارهایی بود که خیلی ایجابیه و به نظرم در ایران هم در آینده مطرح خواهد شد. که این شعارهایی که حالا در خارج میگم، بعضی از شعارهایی که گفتم در سنده، مثلا اون بنر رو من دیدم در رابطه با آزادی و برابری، این خب اینا شعارهای ایجابیه. یعنی ما نمیخوام ملا رو، نمیخوام، و بالاخره مشخصه که منظور رژیم جمهوری اسلامیه. شعار رو نمیخوام که حکومت فردی و موروثی رو برای ما بیاره اینا. بعد اداره شورایی میخوام، قدرت به دست شوراها باشه. چون مردم ایران این توانایی رو دارن. ما در بازم اشاره کنم به انقلاب 57، ما دیدیم بعد از فروپاشی رژیم یا در جریان فروپاشی رژیم، ما در کردستان شاهد بنکه‌ها بودیم که عملاً شوراهای محلات بودن. در کارخانه شوراهای کارگری به وجود اومد، کمیته‌های کارخانه به وجود اومد، نمیدونم سندیکاهای کارگری به وجود اومد، در معلم‌ها بسیار تشکل‌های معلمی به وجود اومد، ده‌ها تشکل دانشجویی به وجود اومد. یعنی مردم خودشون رو متشکل کردن در سازمان‌های خودشون، سازمان‌های مورد علاقه خودشون، با توجه به منافع خاصی که خودشون دارن. یعنی مردم قادرن که حکومت مورد نظر خودشون تعیین کنن و خودشون به وجود بیارن. مثلا این بعضی وقتا میگن که این شعار شورا که شما میدید مثلا خوش‌شدنی نیست. من بارها این مثال زدم، اگر وقتش بشه این مثال دوباره بزنم. الان ما در رابطه با فقط آموزش و پرورش رو مثلا مثال بزنم، شاید بحثمون یه مقدار روشن‌تر بشه. ما الان 10 کانون صنفی معلمان رو داریم و اینا تونستن در شرایط سرکوب در سال گذشته بیش از 10 اعتراض سراسری رو سازماندهی کنن. خودشون سازماندهی کردن. خب ما در آینده بعد از رژیم جمهوری اسلامی همین کانون صنفی معلمان خواهد تونست که مثلا آموزش پرورش رو به طور کلی اداره کنه، از طریق تشکلاتی که به وجود آورده، از طریق نماینده این تشکلات، و میتونه آموزش پرورش رو
بهتر از هر کسی دیگه سازماندهی کنه، پیش ببره آموزش و پرورش رو از سطح مدرسه گرفته تا دبیرستان، شورای مدارس به وجود بیاره، شورای معلمان به وجود بیاره. همون حالا که در سطح شهرها به اصطلاح و استان‌ها این کانون‌های صنفی رو ایجاد کردن. یعنی مثلا معلمان ایران و دانش آموز با همکاری البته دانش آموزان، شوراهای دانش آموزی میتونن آموزش و پرورش رو اداره کنن و این یعنی شورا. اونا بهتر و صلاحیت بیشتر از هر کسی دیگر این صلاحیت دارن که آموزش و پرورش رو اداره کنن تا کسی که از نمیدونم خارج بیاد، از حوزه علمیه بیاد، نمیدونم از تکنوکراتی که رفته درس خونده بیاد. اونا میتونن هر جا که مشکل داشتن کسایی که صاحب تخصصن کمک بگیرن، نیرو بگیرن و عملا آموزش و پرورش رو بسپارن به عهده معلم‌ها و دانش آموزا. اینا اداره خواهند کرد. در دانشگاه هم همینطوری. در رابطه با کارخونه هم که به نظر من خیلی روشن میتونیم دربارش صحبت کنیم و شاید روشن‌تر از هر چیز دیگه است. یه کارخونه مثل هفت تپه رو کارگران نشون دادن که بهتر از اون مدیریت دزدی که رژیم جمهوری اسلامی آورده بود اداره میتونن بکنن و اونجا هم گفتم این اعتراض اینا عملا پس رو مدیریت رو. در نتیجه این شوراهایی که میگم یعنی حکومت خود مردم از طریق شوراهای خودشون سازماندهی کنن و میتونن این کارو بکنن. تجربه هم در خیلی جاها نشون داده که میتونن این کارو بکنن. در نتیجه اون شعار قدرت شورایی، اداره شورایی شعاری هستش که شعار ایجابیه و شعاری که رو به مردم داره و قدرت از پایین به جای نگاه به بالا و ایجاد اپوزیسیونایی که از بالا قراره سرنوشت مردم رو تعیین کنه. بله، خیلی سپاسگزارم از اینکه یک بار دیگه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید. رفیق ایوب رحمانی، فعال کارگری از لندن. خیلی ممنون از دعوتتون. متشکرم. حالا بینندگان عزیز، همونطور که مطلع هستین امروز شهرهای مهاباد، لرستان، زاهدان، بوکان، قصر شیرین، تهران، اردبیل، تنکابون، کرمانشاه، کرج، مریوان، سنندج، دیواندره، سقز و خیلی از شهرها در سراسر ایران ما شاهد اعتراضات و اعتصابات مردم بودیم و همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم مریوان، سنندج، مهاباد و بیشتر سقز و بیشتر شهرهای کردستان شلوغ هستش و بیشتر خیابانهای تهران نیست. شما عزیزان میتونید با توجه به شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست از طریق تلگرام در طول شبانه روز تصاویر، ویدیوها و پیامها و حتی سوالات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزا که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره‌ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
برای آزادی